پیامبر صلی الله علیه و یک صحابه گفتن که این از اهل دوزخ است. گفتن در جهاد بود، جنگ میکرد، گفتن این دوزخی است. صحابه حیران شدن چه خیلی این صحابه مسلمان در جنگ اشتراک دارد، علیه کفار می جنگد و با دوزخی بود است. بعد یک صحابه پیروی کرد، از قفایش همین شخصیت را نظارت میکرد که بسیار خوب جنگ میکرد و ماهرانه، و بالاخره وقتی که جراحت برداشت، به جراحت و به علم درد صبر نکرد و شمشیرش را به زمین گذاشت و طرف تیزش را بر شکمش ماند و بر بالای شمشیر خود را پرتافت. یعنی خودش را به هلاکت رساند. صبر نکرد تا آخری برآمدن جانش، خود را کشت، در جهاد ایستاد خودکشی کرد. بعد آن صحابه اومده یا رسول الله گفت شهادت میدهم، گواهی میدهم که واقعا و حقیقتا شما رسول الله هستید، شما فرستاده الله هستید، شما پیغمبری الله هستید. گفتن چی شد به تو؟ گفت که یا رسول الله اون آدمی که در دوزخ است گفتید خود را به قتل رسانید. یعنی یک صحابه دیگر هم بسیار با شجاعت می جنگید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات کرد صحابه ها گفتن که شهیدون شهید، این آدم شهید شد، این آدم شهید شد. گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم که هو فی النار، و در دوزخ است. گفتن صحابه ها در حیرت افتادند چه خیلی در راه الله جنگید و در راه الله به شهادت رسانیده شد و چگونه به دوزخ افتید یا رسول الله؟ گفتند که این الشملة التي غلها، آن لباسی که پیش از تقسیمات غنیمه دزدی کرد، لتشتعن علیه نارا، برای او یک کرته آتشین میشد در دوزخ. گفتن یعنی دزدی کردش، پیش از جهاد دزدی کرده است. حالی باید وظیفه راهبر این مال را تقسیم کند به جنگاورها، حالی وقتش نرسیده غلها یعنی خیانت کرده است، پنهانی دزدی کرده است مال غنیمت را.